سرخط مهمترین خبرها: احمدزاده گفت 94% خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان انیق شده است. فتوای شورای علما به ضد لباس تنگ، سیاه و حریر در تاجیکستان و قریب 1000 مهاجر را از سنت پترزبورگ پیش میکنند. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان به خیر و شادی باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 29 ایول سال 2024 است. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفته است 94% خط مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. این نکته را احمدزاده 26 ایول ضمن نشست خبری در شهر خوجند بیان کرد. رجبای احمدزاده در حضور خبرنگاران همچنین گفت کمیسیون عاید به علامتگذاری مرزی دو کشور کار کرده ایستاده است، ولی احمدزاده نگفت که 6% حل نشده در کدام قسمت مرز می باشند. رئیس ولایت همچنین گفته است که انتظار می رود بعد 3 سال بسته بودن مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به نزدیک سرحد باز شود. قرقیزستان سال 2021 و در پی یک مناقشه مرزی سرحدی خود را با تاجیکستان بست و مقامداران قرقیز گفتند تا سرحد تنها بعد معین شدن خط مرز باز می شود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 20 سال است که برای علامتگذاری مرز گفتگو دارند. در این مدت در سرحد دو کشور مناقشه های خونین سر زده است. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولانش بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روز 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان می‌کند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنفی حتمی نبوده با خصوصیت‌های ملی و شرایط جغرافی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سال‌های اخیر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایون امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. بحث لباس ملی و بیگانه در تاجیکستان سالها بازداغ است. مقامات میگویند با هدف ترغیب ارزش‌های ملی و پیشگیری مردم از افراطی شوی طرح‌های ملی را پیشنهاد میکنند، هرچند برخی این را یک نوع محدودیت می‌حسابند. پلیس روسیه میگوید در نتیجه رید در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد قریب 1000 مهاجر را بازداشت کرده است که برای قانونشکنی باید اخراج شوند. خبرگزاری تاس نوشته است رید پلیس دوام 2 هفته در ساختمان‌ها، بازارها، خوابگاه‌ها و مکان‌های برگزار شد که مهاجران کار می‌کنند. به قول منبع در میان مهاجران بیش از 7500 قانونشکنی از جمله رعایت نکردن قاعده‌های بود و باش و ویران کردن قاعده‌های راه آشکار شده است. پلیس روسیه قریب 1000 مهاجر را که به گفته مقامات این کشور قانونشکنی‌های جدی داشتند در بازداشتگاه موقتی جایگیر کرده، آنها را به مدت چند سال از روسیه باید اخراج کنند. در خبر گفته نشده است که مهاجران از کدام کشورها هستند. ریدهای پلیس روسیه بعد حمله به کراکور زیاد شده است. مهاجران شکایت دارند که بعضی آنها را بدون دلیل یا با قانونشکنی‌های کوچک از روسیه اخراج می‌کنند. یک صاحبکار چینی دعوا دارد که برای استخراج سنگ مرمر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد، اما مقامات اجازتنامه او را بیکار کردند. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو میگوید اجازتنامه شرکت با دعوای دادستانی کل بیکار شده است. در این بحث نام شرکت فراز هم در میان است. تفصیلات موضوع در گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی. یک صاحبکار چینی ادعا دارد که با وجود اجرای همه شرط‌های ضروری، مقامات تاجیکستان آن را از اجازت استخراج سنگ مرمر محروم کردند. خو سیودون رهبر شرکت خروستال میگوید مجوز یا پروانه کار را سال 2014 برای 10 سال دریافت کرده بود و تاکنون نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو ماه ایون سال 2023 گویا به دلیل به بیرون از کشور صادر کردن محصولات استخراج شده پروانه شرکت را برای 3 ماه باز داشته است. سال 2023 صرف نظر از آن که من برای صادرات کردن مرمر اجازت داشتم، آمده به من گفتند که برای صادرات کردن اجازت نداری. چه حجت هایی که لازم بود من به آنها پیشنهاد کردم، اما ساختارهای به مانند گمرک آمده به من گفتند که اجازت صادرات نداری. هرچند هر حجتی را که درخواست کردند من به آنها پیشنهاد کردم. وزارت صنعت ماه ایون سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده است، اما با گذشت کمتر از 1 سال این نهاد به دلیل به خارج کشور صادر کردن محصولات اجازتنامه شرکت را باز داشته است. در ادامه در پی درخواست همین وزارت، دادستانی کل تاجیکستان به دادگاه دعوا برده است که
دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ماه اوگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. دلیل اساسی دعواگر و دادگاه برای بیکار کردن مجوز صادرات کردن محصولات به خارج کشور بوده است. حالا خوس یودون رئیس شرکت خروستال برای بیکار کردن حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده است که با گذشت نزدیک به 5 ماه دادگاه آن را بررسی نمی کند. با گفته خوس یودون حالا در پایگاه بنیاد کرده آنها کمبینت متالورژی تاجیک سابق شرکت فراز با یک کارشریک چینیش مشغول استخراج و کارکرد مرمرند. برای آغاز کردن تجارت استخراج و کارکرد سنگ مرمر وقت زیاد در کار است که بعضش را آماده کنی اینفراساختور ساختن در کار از بنیاد راه شروع کرده. من فکر میکنم که سبب اساسی آن است که فشار آوردن از جانب سابق شرکت فراز است. ما همه چیز را آماده کردیم برای فایده گرفتن از تجارت مرمر. حالا ما می توانیم که از این بازه استفاده کرده فایده این تجارت را گیریم. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت که مجوز یا پروانه شرکت خروستال با دعوای دادستان کلی تاجیکستان از سوی مقامات دادگاهی بیکار کرده شده است. اما این نهاد پاسخ نداد که چرا به شرکت خروستال اجازه صادرات سنگ مرمر را داده و باز با دلیل صادرات به بیکار نمودن پروانه کار این شرکت اقدام کرده است. وطنف رهبر جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک در نامه‌ای در پاسخ به سوالهای رادیو آزادی نوشت که شرکت فراز به جمعیت آنها هیچ ربطی ندارد و ادعاهای رئیس شرکت خروستال خوس یودون در مورد گویا مقصد صاحب شدن تجارت او را دارند بی پایه و بر دروغ است. در ادامه نوشته است که جمعیت ما هیچ فشاری به شرکت خروستال نآورده و به یگان مقامات از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی های نو مراجعت نکرده است. پس این شرکت با وزارت صنعت و دادستانی کل تاجیکستان به دالان‌های سفارت چین در دوشنبه و حکومت تاجیکستان نیز کشیده شده است. سروزیر تاجیکستان در رابطه با درخواست وزارت کارهای خارجی در پی یادداشت سفارت چین به نهادهای دولتی سفارش داده است که قضیه را بررسی کنند. با جز وزارت صنعت و دادستانی کل تاجیکستان، نهادهای دیگر خلاصه دادند که قضیه شرکت خروستال اگر مثبت حل شود به نفع ادامه جلب سرمایه خارجی برای تاجیکستان است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل هشدار داد که گروه حزب الله لبنان برای حمله‌اش به بلندی‌های جولان بهای سنگین خواهد پرداخت. با گفته او حزب الله روز 27 ایول به این منطقه زیر نظارت اسرائیل و به یک میدانچه بازی کودکانه موشک پرتاب کرد. 11 کودک و نوروز کشته شدند. گروه حزب الله دست و شانش را در این حمله رد کرد. در پی این حمله ارتش اسرائیل گفت که به چند مکان گروه حزب الله در داخل لبنان حمله کرده است. حمله به بلندی‌های جولان مرگبارترین حمله از آغاز درگیری میان تل‌آویو و گروه حزب الله لبنان است. وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت شبهه‌ای نیست که حزب الله همه خطهای سرخ را گذشته است و ما با یک جنگ تمام عیار روبرو هستیم. این وضع نگرانی‌ها را از جنگ احتمالی وسیع مقیاس در منطقه به وجود آورده است. بلندی‌های جولان از سال 1967 تحت اشغال اسرائیل است. ایالات متحده آمریکا چند سال پیش آن را قلمرو اسرائیل اعتراف کرد، ولی بعضی از کشورها بلندی‌های جولان را حدود سوریه می‌دانند. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما معذرت خواسته است. هنگام افتتاح بازی‌های تابستانه المپیک در پاریس روز 26 ایول، راویان دو دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلقی دموکراتیک کره معرفی کردند. وزارت کره جنوبی به طور رسمی اعتراض کرد. توماس باخ در صحبت با پرزیدنت کره جنوبی گفته است همچون شهروند آلمان که زمان کشورش به دو دولت تقسیم شده بود احساسات مردم کره را درک می‌کند. بینندگان عزیز، بعضی از شما درباره نتیجه
ورزشکاران تاجیک از المپیاد پاریس پرسیدید. دوام 3 روز اول المپیاد 3 ورزشکار تاجیک به میدان برآمده، 2 نفرشان ناکام شدند. بهادر عثمان ورزشکار تاجیک در مسابقات بوکس در نخستین رقابت از رادوسلاو سیمیونوف راسنوی 20 ساله از بلغارستان شکست خورد. پهلوان تاجیک امامعلی نورعلی که 28 ایول در مسابقه جودو در رقابت اول پیروز شد، ولی در دوره بعدی و در مسابقه با قهرمان المپیک هیفومی ابه 26 ساله از ژاپن جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه در دوره تسلی بخش دست کشید. مشتن تاجیک دولت بولتاyev 28 ایول در مسابقه بوکس در اولین رقابتش پیروز شد و به دوره بعدی راه یافت. در نظر است که امروز 29 ایول بهروز خواجه‌زاده پهلوان تاجیک به میدان برآید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 29 ایول را فرا می‌گیرد. 29 ایول سال 2018 اعضا و هواداران گروه ممنوع دولت اسلامی در نخستین حمله‌شان در خاک تاجیکستان 4 سیاح دوچرخه سوار خارجی را کشتند. حادثه‌ای که در موضع سیبستان ناحیه دنغره رخ داد از جانب خادمان حفظ قانون محلی و بین المللی از جمله آمریکایی تحقیق گردید. تقریبا تمام عاملان این حادثه کشته شدند. 29 ایول سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را که در قتل محی الدین عالمپور خبرنگار BBC و ویکتور نیکولین خبرنگار تلویزیون روسیه متهم می‌شدند به مهلت 15 و 22 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند که این 2 خبرنگار با دستور یکی از فرماندهان مخالفین سابق ناظم یوسفوف که با تخلص ایشان ناظم معروف بود کشته شدند. همانا سالهای زیادی این کشتارها به جواب میماند. 29 ایول سال 2010 بازار صابر شاعر سرشناس تاجیکی در اوج جنگ شهروندی سالهای 90 زندانی شد و بعداً در امریکا زندگی اختیار کرد به تاجیکستان برگشت. روشنفکر و یکی از پایه‌گذاران حرکت‌های دموکراتیک تاجیکستان با استقبال گرم هوادارانش روبرو شد. بازار صابر 8 سال بعد در امریکا درگذشت و در تاجیکستان به خاک سپرده شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 123 سامانی و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانی تعیین شده است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. اگر خبر یا نظری دارید لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.